باباش گواره وسط بجمون توکه همینجا میشینی در همینجا خیز. همین سحر وقتی به کار فرومدن به یک موسفید همسالم واخوردم و بعد حال احوال پرسیدن کجا رفتنم رو پرسید. گفتم به کار میروم و وقتی که از کار و بار خود از تشویش‌های هر روزه قصه کردم چشمش روشن شدن. آفرین گفت من دوره‌های آخر هم صحبت نمی‌یابم که دردی دل کنم راز گویم و نمیدونم روزی دراز در خانه با کی صحبت نمایم. هر روز جنجال. پرسیدم با کی جنگ میکند، برای چی جنجال مینماید؟ گفت پیش از همه قطعی زنک. روزی دراز نمیدونیم چیکار کنیم، یک گپ میزنیم، یک بحث سر میشود، مناظره سر میشود، عاقبت با دلسیاهی انجام مییابد. این حقیقتا هم بدبختی است وقتی که آدم در سر پیری هم صحبت ندارد، وقتی که با کی راز و نیاز گفتنش رو نمیدوند و با چی کار مشغول شدن امکان ندارد، حتما به هزار یک درد و بلا گرفتار می شود. یکی از سبب‌های زود پیرشیدن آنهایی که سن سالشان به جای رسیده است محض همین است. بیننده عزیز، من باوری کامل دارم اکثر شما که الحال روی من ایستاده وقتی خود را دریغ نداشته من این موسفید را گوش میکنید، به این چیزها شاید باور هم نمیکنید که زندگی سر پیری اساس تحکورسیش از عمل خود شما وابسته است. بله، آیا تو تصور کرده میتوانی که بعد 40 50 یا 60 سال تو چی زندگی خواهی داشت؟ با کی همنشینی؟ چطور راز و نیاز میگویی؟ من این تاکید رو هم تو در آمدی گپ نگفتم. بسیار مسافرون گرد و اطراف همزمان خود رو میدونم که در سر پیری نمیدونن چیکار کردنشون رو و حتما با درد و کلفت های گرفتار میشوند که اونها رو تصور کردن امکانیت ندارد. حضور شما که وقتی زیاد دارید با کار مشغولید یا مشغولیت های زیادی وقتی خود رو گذراندن پیدا کرده میتوانید، باید حتما در همین اندیشه باشید که شما در سر پیری چی زندگی خواهید داشت، پیری خود رو چه تصور میکنید. من دیدم، مشاهده کردم و به دور نزدیک برای فهمیدن حال و احوال جوانان سفرها نیز داشتم. چند مرتبه همراه مهاجران مهنتی در کشورهای همسایه دور و نزدیک زیاد هم بودم و حقیقتا هم نورسان و جوانان ما گویا برای زندگی خویش امروز مشغولیت دارند، ولی با همین روندی که دامون 1 میلیون نورسان و جوانان ما و بعضی میان سالان در مهاجرت مهنتی قرار دارند، آنها نه تنها در سر پیری هم صحبتی خوب می‌یابند، راز و نیاز میگفتگی پیدا میکنند، بلکه زندگی سر پیری رو تصور کرده نمیتوانند. شما بینید که پیش از اون که انسان باید زندگی خوش داشته باشد، وقتی او با یک راز و نیاز همصحبت همیشگی پشت سر شود، باید عائله خوب داشته باشد. اونهایی که یک عمر در مهاجرت مهنتی اند و چی کارهای غیر اون مشغولیت همیشگیشون وقت میگذرانند، اونا هیچ وقت عائله خود رو نمیشناسند و عائله اونها نیست اونها رو نمیدونند. بله، همون فرزندی که باید از پدر افتخار کند، وقتی که تو مکتب خواندن، تو کسب از خود کردن، تو با بلاغت رسیدن، هم صحبت پدر نیست، با او ششت خیز نمیکند، او تعلیم و تربیه پدر رو ندیده است، در سر پیری با او چخیل هم صحبت است، با او چخیل راز و نیاز میگوید،
با او چه دردی دلش رو پیشنهاد میکند و یا درد دل او را شنیدن میخواهد. حتی او فرزند خود را درست نمیشناسد که او چی شخصیت است و چی خواهشات دارد و او چی آرزو و آمال. و از این دهشت انگیزترش من میبینم که جوانان مجرده که در مهاجرت مهنتی هستند از همون جو زنگ زده به پدر و مادرشان حتی سپارش میدهند که کلیم بیابند. پدر و مادر درد دل فرزند رو ندانسته برای او چطور عائله انتخاب میکند، چطور زن پیدا مینماید که درد دل فرزند او رو میفهمد، میداند. و در وقتی بحث مناظره ها پیدا شدن، همون فرزندانی که در دور و نزدیک، یعنی در ممالک همسایه یا در کشورهای امریکا و افریقا و اروپا و آسیا هستند، میگویند که برای خودتون کلین انتخاب کنید. یعنی از این صحبت چنین برمیاد که آنها الکی زندگی خیش رو دارند و در سر پیری آنها به خانه پدری برمیگردند و با آن کسی زندگی میکردنی میشوند که آن رو مادرشان انتخاب کرده است یا پدرشان. او چی آدم است، چی راز و نیاز دارد، چی امید و آرزو دارد، برای او تماما بیگانه است. و برای آن کسی نیست که در امریکا زندگی میکنه یا در افریقا و یا در آسیا و اروپا، همین حال در سر پیری پیدا می شود. و ما دهها، صدها، هزاران رو دیدیم که در سر پیری آنها رو از همون خانه خودشون با همسرشون روس است یا نیمیس است یا امریکایی است از خانه خودشون پیش میکنند و آنها بر میگردند و زادبون خود و خاندان خیش و در این جانب آنها بر بیگانه اند. انا این است دهشت در سر پیری. برای همین انسان زندگی خیش رو باید از کودکی اساس گذارد و این هم به همون عائله سالم بسته است. بله، همون کودک سالم، جوان سالم به کمال میرسد که در عائله سالم تولد شده، در محیط اصلی عائله داری به کمال میرسد، تربیه مییابد و تمام عرف و عادت‌های خیش رو در اساس تربیه پدر و مادر میبیند. وقتی که انسان با عائله خود، با زن یا شوهر خود درد دل گفته نمیتواند، راز و نیازش را پیشنهاد نمیتواند کند، چطور با بیگانه زبان مییابد، چطور با او درد دل میگوید و چطور امید آرزویش را با میان گذاشته کمبود و نارسایی‌های پیش آمده را حل و فصل مینماید. این درد دهشت انگیز، صدمه دهشت انگیزی را به سر مردم در آینده میارند که همه برای آنها بیگانه است. پیش از همه عائله خود، خانه خیش، زن و فرزند و اهل و بیتش. این زندگی نیست. این دهشتی رویاروی انسان است که از ابتدا رهگم بود و در انتها رهگمتر میزند. من این رو از تجربه رویارو از عمری در 70 خود دیدم، از سر گذراندم، شاهد شدم و امروز من از زندگی اون که در خانه خود داشتم، در زادبوم خودم، در کشور خویشم و اگر برون از تاجیکستان هم رفته باشم به خاطر تماشا رفتم، برای استراحت رفتم یا برای سنجیدن و آموختن این یا آن مسئله ها رفتم و امروز خود را خوشبخت میدانم در همین سن سال 70 سالگی که مشغولیت دارم. ساعت 3 میخیزم تا سر هفته تمام کارهای در خانه بوده رو انجام داده به کارخانه میایم و در اینجا تو بگاه یکون لحظه نمیابم که به فکرهای بیهوده مشغول شوم و بسیاری وقت کارهایم را تا آخر انجام داده نمیتوانم و در همین روحیه به خانه میروم که شکر پروردگار اهل و بیت با چهره خندان و دست فریمن و بدل پر مرا پیشواز میگیرند، برای من شرایط مهیا میکنند و همون تأکید مصطفی بابای شریف
که در جوانی های ما چند مرتبه او رو اهل و بیتش از کار بزور به نفقه آوردن، ولی او بازگشته به کار رفت و چند مرتبه که شخصا من مصلحت کردم و پرسیدم که بابای شریف برای چی در خونه ایستاده استراحت نمیکنی، دم نمیگیری با نبیره ها، با اهل و بیت، با قوم وقتی خود رو نمیگذرانی؟ گفت بچم این گپ را ما حوزی خودت گپی مرا گوش کرد، تو که چشمت میبینه، زبانت به اختیارت در دهان حرکت داره، دست و پا تو رو از یک جا به جای دیگر میبرند، هیچ وقت از کاری که میتوانی از عهدهش میبری رو نگردان، چون که در اون مورد آهسته آهسته دیگر رو از تو رو میگردانند. من مسافدم میگفت در سنی 65-70 ساله بود، وقتی به کار میروم همه جوانو قریب کاری مرا اجرا میکنند، نمیمونن که دست مده آب خنک زنم. در زمان شوروی معاش رو کثیر می آورد، یعنی در سمکه مخصوص. وقتی که خزینه دار می آید میگفت با همون خلطه سوم، باز جوانان میگه بابای شریف اول شما معاش گیره، پیش از همه معاش میگیرم میگفت. وقتی که به خانه میرم اویلم یعنی کمپیری خاندان آواز روشن میگه با نوساش تاکید میگه باباتون اومد بدویم پیشواز بگیرین، همه با پیشواز میگوین گویا ما از کیم کجا اومدم، چون که من دستی پر میام به خونه. وقتی که 2-3 مرتبه که گپی بچه ها را دختر ها را فرزند ها را گوش کرده خونشین شدم، 1 هفته 2 هفته بعد زنک اول روی کار گرفتن که باباش گواره نوسط بجمون توکه همینجا میشینی در همینجا خیز این گوساله را به پوده های که این خره برده طویله که یکده در زعلق بیاری بزغوره چی میخرن در اینجا. و همین اویسته اویسته همه کار خونه در گردن بار میگیره. بعد اویسته اویسته همون نوسط هم همون حوست هم کنی کوسه هم با تو حکم میبروره. و وقتی که از در بیرونی و با مشغولیت دلخواه داری و بیگاه با دری پر و با دستی پر و خونه برمیگردی، برای همه این عملی تو عزیز است، خودی تو پیش از همه شیرین است. و همون قصه حضرت سلیمان رو پیش می آورد که البته شاید این مسئله همه شما میدونین و با خاطر هشدار 1 مرتبه دیگر من همچون یک مسافری همه این زینه ها رو از سر گذرانیده میخواهم به خاطر بیارم از تاکید رحمتی بابای شریف که علاقه فرزندای او همسال ما بدگیاش در نفقه کلانتراش از دنیا گذشتن، ولی نصیحت های او هیچ از خاطر من نمیروند، فراموش نمیشوند. خاصه همون مناسبت حضرت سلیمان که 7 طبقه زمین و آسمان به اختیارش بود، تمام بایگری دنیا زیر تصرفش قرار داشت و جوک جندوریات عالم نیست هر صبح به سلام او میرفتند و میگفت حضرت سلیمان که همونی در نظرم شیرین عزیز میتابد که دستی پر به استقبال من میوید. خودم که او به یگان چیز دنیا به یگان مال دنیا احتیاج نداشت، نه که وقتی میگفت که مور پای ملخ رو کشان کشان صبح به دربار میوید، در نظرم شیرین است که وای دستی خالی نآمد. و همین تاکید من رو میگفت هیچ وقت فراموش نکنید. بله انسان همان وقت برای خانه خود، برای اهل بیت خود، برای زن و فرزند عزیز است که او پیش از همه منفیت میارد، او خرسندی میسازد و برای دیگران نمونه عبرت است و این رو محض خودی آدم میسازد. بله وقتی که در همین روحیه کس تربیه نیافته است، او عائله سالم به وجود آوردن نمیتواند و حتما در سر پیری خار و ذلیل می شود. من این رو 1 بار و 2 بار و 10 بار هزارها بار دیدم، شاهد شدم و اینها رو با روحای گوناگون کتابت هم کردم و به همین خلاصه آمدم که باید نورسان ما، جوانان ما و اونایی که بود در سن سال میانه عمری نیست قرار دارند در دوره های دور کار میکنند و خاطر اهل و بیت مبلغ میفرستند
تأکید می‌دارم که پیش از همون ابتدا تا این ابتدا در اندیشه آن باشیم که نخست باید عائله ما، زن ما و زن باشد شوهر او، باید او را بداند، باید اشاره، باید نگاه، باید این ما مقصدش را بفهمد، درد و غمش را درک کند، با او دردی دل گفته تواند، در وقت ضروری با او مصلحت داده تواند. برای به این نقطه رسیدن باید در انتخاب عائله باید آدم با شورانه رفتار کند، باید با عقلانه انتخاب نماید و دیده و دانسته با آن کسی تقدیرش را پیوست کند که آنها همدیگر را همه وقت در شادی و خرسندی، در غم و کلفت، در تنگ دستی و پستی و بلندی ها همدیگر را بفهمند، درک کنند و باید به یکدیگر رازگو و رازشنو باشند. برای این زمینه ساختن در کار است. این هم تو از آسمان نمی آید. یا فکر شما دیگر است بیننده عزیز. اگر شما به طور دیگر این اندیشه ها را این کار کرده یا تصدیق کرده توانید، بیایید همراه بحث میکنیم، مثال میاریم و یک زندگی سازمان میدهیم که برای اطرافیان، برای پیوندان و پساوندان باید نمونه عبرت باشیم تا خودمون در سر پیری دستنگر خال ذلیل تنها نمانیم.